10 تا از کارهایی که نوب‌ها توی کلش آف کلنز انجام میدن رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. دیوار چندتایی یکی از مسخره ترین کارهاییه که این دسته از افراد انجام میدن که به لطف وال بریکر هیچ فایده‌ای نداره و این کار باعث میشه که ساختمان‌های زیادی از بیستون بیرون دیواره قرار بگیرن و بدون دفاع باشن که با استفاده از اسپل‌های زلزله و اسپل پرش و همینطور ماشین‌های محاصره‌ای خیلی راحت از این دیواره‌ها میتونن عبور کنن. مورد دوم، ارتقا ندادن ساختمونا. اون دسته از افرادی هستن که ساختمونا و دیوارها رو مکس نمی‌کنن و فقط تانهالشون رو ارتقا میدن و این کار باعث میشه که دفاع اونا به شدت ضعیف بشه و آسیب پذیری بالایی توی وارها و اتک‌ها داشته باشن و حتی اگه برای ارتقای تاونهال عجله دارید، ابتدا ساختمان‌های دفاعی اصلی مثل ایکسپو، ایگل، اینفرنو و دفاع هوایی رو ارتقا بدید و سپس تاونهالتون رو بالا ببرید. مورد سوم، مپ‌های فشرده یا خیلی باز. اون نوع سگ‌هایی هستن که ساختمونشون رو تا